آقا صاحب گپ گوش که باز گپ بزن اولاد خر. اخی آه. دعوة صافي جان. بله نام تو چیه؟ نام چیه؟ نامم دخیل. دخیل دخیل بچه آه. بدماش کجاستی؟ بدماش کدام منطقه هستی؟ بدماش قلای آبچکان. قل مچکان یا قل آبچکان؟ قل آبچکان. ها تو چرا زور میگی؟ مزور نگفتیم. خدا و راستی آمدم باز میفهم کنه خدا و راستی اگه گرفتمت قرقرتک تا میخورم. تو هیچ کار کنه نمیدی؟ از کجا میگیری؟ از امی علاشت یکی دیم تا دمی رویت ای خونت بپره گم شو خاک در سر چوه. من چقدر ناز داری؟ تو را قایده پیشک ارزش نمیتم. صافي جان صافي. چرا قادر پشک ارزش نمیدی؟ او خو گندش که است. یعنی مثل بی ارزش هستم بشد؟ دو ترازو بستید کنم یک سیلی بزنم اجازه است؟ بیخی اجازه هست چرا خبسلی میدونی؟ یک سیلی کشکی میزدم باز گفتم برو دلم سوخت تیلایت بتم. تو اجازه میدی که در ترازو بسته کنم پای که دستایت ببرم؟ نه والا چرا؟ خوبش نمیایه باز قفت میایه. از این پس کلید بگیریم یک چند قفاق بزنم دمی علاشیت بزنم اجازه است؟ اخی تو خود توسی قرار تو زدنم میکنم